اگر شما تریدر هستید، مثل هر تریدر دیگه‌ای قراره در شروع راه با 2 تا شک بزرگ مواجه شید. شاید بعد 1 سال، 2 سال، شاید هر سال 2 تا مسئله: این که اصلا این کار سودآور خواهد بود و مسئله دوم این که اصلا چیزی که یاد گرفتید به درد این کار میخوره یا نه. این شک همیشه با شما هست تا روزی که موفق بشید. بعضیا میگن بهتر توی حساب دمو کار کنید. واقعیتش اینه که شما به یک استراتژی و یک الگوریتم خیلی دقیق نیاز دارید که توی چارت با گرفتن بک تست های فراوان از اون الگوریتم بتونید اونو بهینه سازی کنید و به فرمی درارید که یک پترن مشخص در قبال هر رفتاری از بازار، مثلا رفتار A شما رو به نقطه X و رفتار B شما رو به نقطه Y برسونه و جز این قرار نیست شما هیچ کاری بکنید. شما باید مثل یک ربات فقط معامله کنید بدون احساس. اما بعد از اینکه این بک تست رو گرفتید و در نهایت شما باید روی چارت اصلی کار کنید و شما باید پول از دست بدید. چیزی که قرار تغییر کنه احساسات شماست. مغز باید یاد بگیره نسبت به تغییرات، نسبت به هیجانات، نسبت به ترس واکنش‌های ناگهانی انجام نده و این فقط با زمان و با پول واقعی امکان پذیره. اما جدا این که همه پول از دست میدن، یک توصیه خیلی مهم براتون دارم. توصیه من اینه که شما با استراتژی بهینه‌تون با لات‌های بسیار بسیار کوچیک معامله کنید. 0.02 یا 0.03. من بسیار میبینم که بچه‌ها با حجم‌های بسیار بزرگتر از اون چیزی که اصلا درکشو داشته باشن معامله میکنن. پول‌های زیاد از دست میدن و در نتیجه این از دست دادن پول برای همیشه از لحاظ روانی آسیب میبینن. این آسیب هیچ وقت به شما اجازه نخواهد داد که بتونید سالم معامله کنید. حتی تو معامله سودآور شما مجبور میشید زودتر ببندید معامله رو، چون از لحاظ روانی مایندست شما به هم ریخته. بنابراین ازتون میخوام اگر تریدر شکست خورده ای هستید، دوباره همه چیز رو یک بار چک کنید، پلنتون رو، استراتژیتون رو و مدیریت ریسکتون رو، و انقدر تلاش کنید تا موفق شید. این یک راه درست و قطعی هست.